واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته از برنامه شروع کردیم با احکام نماز و فرضیت نماز و همچنین فضائل نماز و تأکید الله متعال بر بالای این عبادت بزرگ را در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما تقدیم کردم و در این قسمت شروع میکنیم با بیان احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای ما احکام نماز را، احکام جزئیات نماز را در احادیث متعددی برای ما بیان کرده که در این قسمت شروع میکنیم با بیان کردن اوقات نماز. احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد اوقات نماز روایت شده است که نمازهای پنجگانه هر یکی از خود وقت معینی دارند، شروع از چه وقت میشه و به چه وقت ختم میشه. این را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان میکنم که به نام در ابواب فقه یا ابواب فقه احادیث به نام باب مواقیت الصلاه یاد میشه. مواقیت به جمع میقات و میقات اوقات معینه را گفته میشه که از طرف الله و رسولش برای هر نماز تعیین شده که در وقت غیر این وقت خواندن نماز جایز نیست و درست نیست، چون داخل شدن وقت با اجماع علما شرط از شروط نماز است. چون قبل از اینکه انسان شروع به نماز میکنه شروط است که باید او را مراعات کنه که او داخل شدن وقت نماز است، رو آوردن به قبله است و پاک بودن جامه و جسم و جای نماز است. باید این شروط را مراعات کنه و جمله این شروط داخل شدن وقت نماز است. لذا باید بفهمیم که هر نماز از چه وقت شروع میشه و به چه وقت خاتمه مییابد. در قرآن کریم دوستان عزیز در بعضی از آیات اشاره به اوقات نماز شده، اما صراحتاً بیان نشده که نماز پیشین از چه وقت شروع میشه و چه وقت ختم میشه، و همچنین نماز عصر و همچنین نماز مغرب و دیگر نمازها. و بلکه بیان از این را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی برای ما بیان کرده. چون در قرآن کریم میفرماید، الله متعال میفرماید که اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، تا نماز را برپا بگذار از دلوک الشمس، از زوال آفتاب. دلوک الشمس زوال آفتاب که مراد از نماز پیشین است، الى غسق اللیل تا به تاریک شدن شب، و قرآن الفجر و نماز فجر را هم تو برپا بگذار. همچنین در آیت دیگر میفرماید که و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، تا نماز را در دو طرف شب و در دو طرف روز و در یک قسمتی از شب برپا بگذار. این آیت ها اشاره است به اوقات نماز، اما صریح نیست در اوقات نماز، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی صراحتا اوقات نماز را بیان کرده. از او جمله حدیث است که امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنه از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنه که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وقت نماز پیشین از وقتی شروع می شود که زالت الشمس، آفتاب زائل شود از وسط آسمان. زوال آفتاب گفته می شود میل آفتاب را از وسط آسمان به طرف مغرب،
و مراد از این همون دلوک است که در آیت است لدلوک الشمسی. مراد از دلوک هم همین زوال است که وقتی که آفتاب از وسط آسمان به طرف مغرب میلان پیدا میکنه، از این وقتی نماز پیشین، نماز ظهر شروع می شود. و کان ظل الرجل کطوله، و این وقت استمرار پیدا میکند تا اینکه سایه انسان مانند درازی از او قرار بگیرد، یعنی هر چیز سایهش مانند از او قرار بگیرد. مثلا درازی یک انسان یا درازی یک آله، یک چوب اگر 1 متر بوده باشد و سایه از او هم با اندازه 1 متر قرار بگیرد، تا او وقت نماز پیشین ادامه پیدا میکند. وقت نماز پیشین ادامه پیدا میکند. ما لم يحضر وقت العصر، تا که وقت عصر حضور پیدا نکند. به این معنا که حضور وقت عصر از این وقت شروع میشه، از این وقتی که سایه هر چیز مانندی خودش بگرده، از این وقت عصر شروع می شود. و وقت العصر ما لم تصفر الشمس، تا چی وقت دوام میکند؟ تا وقتی که آفتاب به زردی مبدل نشود، رنگ آفتاب از روشنایی، از تیزی به زردی مبدل شد. و در روایت دیگر میگه که حتی یصیر ظل کل شیء مثله، تا وقتی که سایه هر چیز دو چندی از او بگردد. تا وقت عصر دوام پیدا میکند، وقتی که سایه هر چیز دو چندی از او قرار گرفت و آفتاب از تیزی و از روشنایی خود برمیگرده به حالت اصفرار و به حالت زردی و به حالت خیرگی. تا وقت عصر دوام دارد و این وقت را وقت ادا گفته می شود. و بعد از او که بعد اصفرار شمس تا غروب آفتاب که نماز عصر انجام داده میشه، وقت را وقتی قضا گفته می شود، وقت اضطراری گفته می شود. اما وقت اختیاریش تا وقت زرد شدن آفتاب است. و وقت صلات المغرب ما لم یغب الشفق، و وقت نماز مغرب شروع می شود از غروب قرص آفتاب. در روایت دیگری است که وقت صلات المغرب اذا وجبت الشمس، وقتی نماز مغرب شروع می شود از اینکه آفتاب غروب بکند تا چه وقت؟ ما لم یغب الشفق، تا از بین رفتن شفق سرخی را گفته می شود که بعد از غروب آفتاب شفق احمر سرخی است که بعد از غروب آفتاب در جهت مغرب دیده می شود و این سرخی یک فتره زمانی دوام پیدا می کند و بعد از او مبدل می شود به سیاهی. تا وقتی که سرخی موجود است قبل از اینکه مبدل به سیاهی می شود، تا او وقت مغرب ادامه دارد. و وقت صلات العشاء الى نصف اللیل، و اما وقت نماز عشاء، نماز خفتن شروع می شود از اینکه همین سرخی مبدل به سیاهی شد بعد از شفق احمر، تا به چه وقت دوام میکند؟ تا نصف اول شب، الى نصف اللیل الاوسط، به معنی نصف اول شب، تا نصف اول شب دوام دارد. و وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، و اما وقت نماز صبح شروع می شود از طلوع صبح صادق ما لم تطلع الشمس، و استمرار پیدا میکند تا وقتی که آفتاب طلوع نکند. وقتی که آفتاب به طلوع کردن شد وقت نماز صبح هم خاتمه پیدا میکند. این حدیث دوستان عزیز دلالت میکند به اوقات نماز، و در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کرده با بیان کردن وقت نماز ظهر، که وقت نماز ظهر از زوال آفتاب، از میلان پیدا کردن آفتاب به طرف مغرب شروع می شود تا اینکه سایه هر چیز یک مانندی از او قرار بگیرد. و بعد از او شروع می شود وقت نماز عصر تا که آفتاب مبدل به زردی شود، روشنایی و تیزی خود را از دست بدهد و مبدل به زردی شود. و بعد از او تا به وقت غروب آفتاب، وقتی گفتم که اضطراری نماز است اما وقت اختیاریش خلاص میشه نماز عصر، و بعد از غروب آفتاب شروع می شود وقت نماز مغرب تا اینکه شفق احمر سرخی که در جهت مغرب پیدا می شود تا که او هست وقت مغرب هم است. وقتی که او شفق از بین رفت جهت مغرب مبدل به سیاهی شد، از او وقت عشاء شروع می شود تا به نصف شب. و بعد از نصف شب هم علما میگن که وقتی اختیاری از او از بین میره خلاص میشه، وقت افضلیتی از او، و بعد از او شروع میشه به وقت اضطراری از او که کسایی که
به عذر خوانده نتونستن میتونه که بعد از او بخوانن. و نماز صبح شروع میشه از طلوع کردن صبح صادق که روشنایی است که در جهت مشرق پیدا میشه و این وقت استمرار پیدا میکنه تا اینکه آفتاب به طلوع کردن میرسه. وقتی طلوع آفتاب شروع شد و وقت نماز مغرب، وقت نماز صبح خاتمه پیدا میکنه. و همچنین این اوقات را بعد از اینکه نماز بر پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و فرض شد، حضرت جبرائیل 2 روز آمد به پیامبر صلی الله علیه و نماز داد. در روز اول به پیامبر صلی الله علیه و در اول وقت نماز داد و در روز دوم در آخر وقت نماز داد و در آخر فرمود که ما بین الوقتین وقت للصلاه، ما بین این دو وقت نماز است. میتونه که تو در اول وقت انجام بدین هر نماز را و میتونه که در وسطش و استمرار پیدا میکنه تا به آخرش. و این حدیث جبرائیل را امام نسائی و امام احمد و همچنین امام ترمذی از صحابی جلیل قدر جابر بن عبدالله روایت میکنند که جابر بن عبدالله میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبرائیل علیه السلام برای من در وقت زوال آفتاب بعد از اینکه آفتاب زائل شد آمد و گفت که یا محمد قم فصلی الظهر، ای محمد استاد شو نماز را بخوان. و حضرت جبرائیل خودش امام شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم مقتدی بود، نماز ظهر را انجام دادن. و بعد از او وقتی که سایه هر چیز یک مثلی از او قرار گرفت آمد با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا محمد قم فصلی العصر. همون بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با حضرت جبرائیل نماز عصر را خواندند. و بعد از او میگه وقتی که آفتاب غروب کرد باز حضرت جبرائیل آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا محمد قم فصلی المغرب، ای محمد استاد شو که نماز مغرب را بخوانیم. همون بود که حضرت جبرائیل امام شد و پیامبر صلی الله علیه و مقتدی نماز مغرب را خواندند. و بعد از او میگه که اذا غابت الشفق الاحمر، وقتی که شفق احمر از بین رفت آسمان مبدل به تاریکی شد، حضرت جبرائیل آمد و پیامبر صلی الله علیه و گفت که یا محمد قم فصلی العشاء، ای محمد تو استاد شو نماز عشاء را بخوانیم. همین که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عشاء را جماعت داد. و بعد از او وقتی که نماز صبح صادق طلوع کرد همچنین حضرت جبرائیل علیه السلام آمده و پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز فجر را امامت دادند. و در روز دوم پیامبر صلی فرمودند که اتانی جبرائیل حینما صار ظل کل شیء مثله، وقتی که سایه هر چیز یک برابری از او شد پیامبر حضرت جبرائیل پیش پیامبر صلی الله علیه و آمد و پیامبر صلی الله علیه و گفت که یا محمد قم فصلی الظهر، تو استاد چون نماز ظهر را بخوان. و همچنین وقتی که میگه سایه هر چیز دوچند شد در روز دوم باز آمد به پیامبر صلی الله علیه و نماز عصر را جماعت داد. و در نماز مغرب میگه که پیامبر صلی الله علیه و فرمودند که حضرت جبرائیل در وقتی آمده بود که روز قبلی آمده بود، یعنی بعد از غروب آفتاب مباشرتا آمدن. در روز دوم هم نماز مغرب را با پیامبر صلی الله علیه و جماعت دادند. و نماز عشا را پیامبر صلی الله میفرماید که وقتی که شب نیم شد، نیم اول شب رفت، بعد از حضرت جبرائیل آمدن و پیامبر صلی الله علیه و نماز عشا را نماز دادند. و نماز صبح را میفرمایند که وقتی که اسفرت النهار، وقتی که روز روشن شد، قبل از طلوع آفتاب روشن شد، در وقت حضرت جبرائیل آمدن و پیامبر صلی الله علیه و نماز فجر را جماعت دادند. و بعد در آخر فرمودند که هادان الوقتان وقت للصلاه، امین دو وقت که من در روز اول در اول وقت برای تو جماعت دادم و در روز دوم هر نماز را در آخر وقت جماعت دادم. در مابین این دو وقت تو و امت تو میتونن که هر نماز را انجام بدهید. فقط در اینجا فرقش دوستان عزیز در نماز مغرب است که در حدیث عبدالله ابن عمر که قبلا براتون عرض کردم، در اونجا نماز مغرب را امتداد داده شده، یعنی برای نماز مغرب اول و آخر قائل شده که اولش شروع میشه با غروب آفتاب و آخرش خاتمه مییابد به غروب شفق احمر. اما در حدیث امامت جبرائیل با پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا حضرت جبرائیل در هر دو روز فقط در یک وقت برای پیامبر صلی الله علیه و نماز جماعت میده که بعد از غروب آفتاب مباشرتا است. لذا علما جمع در بین این دو حدیث به شکلی کردند که گفتند که نماز حضرت جبرائیل علیه السلام در مکه مکرمه بوده بعد از فرضیت نماز،
چون امام قرطبی و شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر علما به این قول قائل هستند که امامت جبرائیل روز اول بعد از واقعه اسراء و معراج بوده، یعنی شبی که دو شب واقعه اسراء و معراج صورت گرفته، صبحش حضرت جبرائیل آمده و پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز ظهر در اول وقت نماز خوانده و صبح دیگرش روز دیگرش آمده در آخر وقت نماز خوانده. لذا جماعتی حضرت جبرائیل با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بوده و اما بیان کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اوقات نماز را که در حدیث عبدالله ابن عمر است، این در مدینه منوره بوده و این چون متأخر است دلالت به این میکند که در اول وقت نماز مغرب محدد بوده بعد از غروب آفتاب و بعدا الله متعال تفضل و مهربانی کرده به اینکه نماز مغرب را هم وقتش امتداد داده تا به غروب شفق. لذا وقت نماز مغرب هم امتداد داره، بعد از غروب آفتاب شروع میشه تا به غروب شفق که بعد از غروب شفق باز وقت عشا شروع میشه. و اما در مورد از که آیا بعد از زرد شدن آفتاب، بعد از اینکه آفتاب زرد میشه یا سایه هر چیز دو چندی از او قرار میگیره، نماز عصر وقتش خلاص میشه لیکن یک فتره باقی میبینه تا غروب آفتاب، آیا در این فتره نماز خواندن درست است یا نیست؟ آیا نماز عصر کسی اگر انجام نداده باشه میشه در این فتره انجام بدهد یا نمیتونه انجام بدهد؟ حدیثی که قبلا براتون روایت کردم، حدیث عبدالله ابن عمر که خدمتتون عرض کردم، دلالت به این میکند که نماز عصر از بعد از نماز ظهر که گشتیدن سایه هر چیز یک چندی از او شروع میشه و تا با زردی آفتاب ادامه پیدا میکنه و در اینجا ختم میشه. لیکن حدیث دیگری است، حدیث متفق علیه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من ادرک رکعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرک العصر، که شخصی یک رکعتی از نماز عصر را قبل از غروب آفتاب درک کنه مثل از اینکه نماز عصر را درک کرده باشه. و این حدیث دلالت به این میکند که نماز عصر را منحصر وقتش به زردی آفتاب نیست بلکه تا غروب آفتاب هم انسان نماز خوانده میتونه. لذا علما از جمله امام نووی رحمت الله علیه وقت عصر را تقریبا به 5 قسم وقت تقسیم کرده. اول وقت افضلیت که بعد از نماز ظهر شروع میشه و تا به زردی آفتاب است که در اول وقت باید خوانده شود، یعنی بعد از نماز ظهر، بعد از اینکه وقت ظهر خلاص میشه وقت عصر شروع میشه در ابتدا خوانده شود، وقت افضلیتش است. دوم وقت اختیاری که از وقت اولی وقت شروع میشه که آخری وقتش تا زرد شدن آفتاب است، تا خیره شدن روشنایی آفتاب است، این وقت اختیاری است. سوم وقت جواز بدون کراهت که او وقت زرد شدن آفتاب است، بعد از اینکه آفتاب زرد میشه جایز است که تو نماز را بخوانی. و سوم وقت کراهت است که وقتی است که آفتاب رو به غروب میشه، وقت غروب کردن آفتاب میشه، در اون صورت مکروه است که تو نماز عصر را بخوانی. و حالت چهارمش حالت عذر است که انسان در سفر، در حالت مریضی، در حالت باران، در حالت سفر، در حالت اضطراری میشه که در بین نماز ظهر و نماز عصر جمع کنه. این بود دوستان عزیز احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بیان کننده اوقات نماز بود، حضرت امامت جبرائیل علیه السلام و حدیث عبدالله ابن عمر درباره مواقیت صلات. ان شاء الله بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم با این موضوع اوقات نماز با احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، أسار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
فرزندانتان را در حالی که 7 ساله هستند به نماز خواندن امر کنید و چون در 10 سالگی نماز نخواندند آنها را به آرامی تنبیه بدنی کنید و بسترهایشان را از یکدیگر جدا سازید. إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت گذشته این برنامه حدیث عبدالله ابن عمر که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کرده بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما به شکل تفصیلوار اوقات نماز را تعلیم دادند که هر یک نماز وقت اول و آخر داده و همچنین حدیث امامت حضرت جبرائیل که حضرت جبرائیل با پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که امامت دادن روز اول در اول وقت هر نماز را در اول وقت و روز دوم هر نماز را در آخر وقت و گفتن که بین این دو وقت نماز است که تو و امت تو میتونه که در مابین این دو وقت هر نماز را انجام بدهید. دوستان عزیز، بعضی از نمازها فضیلتی آمده در وقتی از او که وقتش آیا در اول وقت افضل است یا در آخر وقت افضل است. از آن جمله نماز عشاست، نماز خفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث بیان کردند که نماز خفتن هر قدر اگر تأخیر خوانده شود به تأخیر خوانده شود افضل و بهتر است. اولا نماز خفتن از جمله نمازهایی است که در احادیث زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که نماز است که فرق در بین انسان مسلمان حقیقی و نماز و منافق میکنه و همچنین احادیث است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویق به این میکنه که نماز خفتن و نماز فجر باید در هر حالت و در هر صورت با جماعت خوانده شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لو یعلمون ما فی العتمه والفجر لآتوهما ولو حبا. اگر مردم ها بدانند ثواب و اجر و پاداشی که در نماز خفتن و در نماز فجر است البته به طرف جماعت به طرف مسجد می آیند و ولو که به شکل زحف هم بوده باشد. و در مورد ازی که نماز خفتن افضل و بهتر است که تأخیر به تأخیر خوانده شود. حدیثی است از صحابی جلیل القدر ابو برزه اسلمی روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى 100. حديث دوستان عزيز حديث متفق عليه است و راوی حدیث ابو برزه اسلمی صحابی جلیل القدر که نامشان فضل بن عبید بود و در قبل از فتح مکه با دین اسلام پیوسته بودند و در فتح مکه با رسول اکرم با جیش اسلامی با لشکر اسلامی شرکت کردند و همچنین در غزواتی که بعد از فتح مکه صورت گرفت ایشان شارک بودند و بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شهر بصره سکونت گزین شدند و از جمله مجاهدین بودند که در غزوات بلاد خراسان شهرهایی که مسما به خراسان بود در آنجا شرکت کردند و اخیراً در سال 60 هجری در یکی از شهرهای خراسان به نام مرو در آنجا وفات کردند و در آنجا دفن شدند در شهر مرو. این صحابه جلیل القدر روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيا. نماز عصر را در وقت انجام میدادند که یکی از ما بعد انجام دادن نماز فجر در آخرین نقطه مدینه در خانه خود میرفت و در حالی که آفتاب روشن و واضح و قوی الاثر می بود. یعنی نماز فجر از نماز عصر را در اول وقت خود انجام میدادند و شکلی بود که بعد از خواندن نماز هم
وقتی که یکی از ما خانهش اگر در آخر مدینه هم می بود در آنجا می رفت باز هم آفتاب به محالت قوت و روشنایی خود موجود می بود. و کان یستحب ان یؤخر العشاء و پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوش داشتن مستحب می شمردن که نماز عشا را تأخیر بکنند. در اینجا بیان نشده که چقدر تأخیر بکنند. این پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلقاً تأخیر عشا را خوش داشتن که نماز عشا مؤخر یا پسان خوانده شود. و کان یکره النوم قبلها والحدیث بعدها و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواب کردن را قبل از نماز عشا یعنی بین مغرب و عشا خواب کردن را مکروه می شمردند و همچنین سخن گفتن را و مجلس کردن را و بعد از نماز عشا مکروه می شمردند. چون وقتی که انسان قبل از نماز عشا می خوابه احتمالی است که نماز عشا از وقت افضلیتش بیرون شود و نتونه که نماز عشا را در وقت افضلیت در وقت اختیارش انجام بده. لذا خواب کردن در این وقت نادرست است، مکروه است. و همچنین وقتی که انسان بعد از نماز عشا میشینه مجلس میکنه سخن میگوید و در او صورت اولا احتمالی است که از او اگر عادت نماز قیام اللیل داشته باشه قیام اللیل فوت شود و همچنین احتمالی است که نتونه که نماز فجر را با جماعت انجام بده. لذا به خاطر این دواعی و اسباب پیامبر خدا خوابیدن را قبل عشا مکروه قرار دادن و همچنین سخن گفتن رو مجلس کردن را بعد عشا مکروه قرار دادن. و در مورد ازی که سخن گفتن بعد از نماز عشا چه حکم داره این حدیث دلالت به این میکنه که مکروه است. و حدیث دیگری از عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده که امام احمد و امام ترمذی روایت میکنند که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمودند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الليلة في أمر من أمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين وأنا معه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شب بیداری میکردند. در آنجا سخنی میگفتند تا آخر شب، لیکن سخنی از او متعلق بود به مشکلی از مشکلات مسلمان ها، به گرفتگی های مسلمان ها، به امری از امور مسلمین و ما هم به امر از اونها موجود بودم. ولذا علما میگن که وقتی که انسان مشغول به طلب علم بوده باشه و مشغول به امری از امور مسلمان ها بوده باشه و مشغول به امری بوده باشه که دو نفع خودش است، نفع مسلمان هاست، دو صورت ثمر یا شب زنده‌داری یا سخن گفتن یا مجلس کردن بعد از نماز عشا اشکالی نداره. اما اگر به شکلی بوده باشه که سخنای بیفایده و بیهوده بوده باشه یا سخنای بوده که نفعش به خودش به مسلمان ها نمیرسه، دو صورت ثمر کردن یا شب بیداری کردن یا مجلس و سخن گفتن بعد از نماز عشا مکروه است. انسان بعد از که نماز عشا را میخوانه باید بخوابه، چون وقتی که انسان نماز را میخوانه خداوند متعال توسط از اون نماز گناههای از او را میبخشه. وقتی که میخوابه نهایت کاری از او در روزش امی بوده که بخشش گناه بوده که الله متعال توسط نماز عشا گناههای از او را بخشیده و بعد از او دیگه گناهی را مرتکب نمیشه و بعد از اون میخوابه تا که نهایت روزش یا خاتمه روزش خاتمه حسن و بهتر و خوبی بوده باشه. و همچنین بعد از پیامبر حضرت ابو برزه میفرماید که وکان ینتفل من صلاه الغداة حين يعرف الرجل جلیسه. پیغمبر خدا از نماز پیشین از نماز صبح منصرف میشدن، نماز صبح را خاتمه میدادند در وقتی که یکی از ما پهلوفیل خود را میشناخت. یعنی نماز صبح وقتی که شروع میکردن تاریکی می بود، وقتی که خاتمه می آوردن به روشنی به شکلی میشد که انسان میتونست که پهلوفیل خود را بشناسه. چون مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چراغ نداشت، وقتی که می آمدن مسجد تاریک بود و یکدیگری خود را نمیشناختند. وقتی که نماز خاتمه می آورد روشنی میشد، یکدیگری خود را میشناختند. و کان یقرأ بالستین الی 100. پیغمبر خدا در نمازهای صبح بین 60 آیت تا 100 آیت میخواندند. یعنی وقتی که تلاوت میکردند در نماز صبح در یک رکعت از 60 آیت تا 100 آیت در یک رکعت تلاوت میکردند. این حدیث دوستان عزیز دلالت میکند به اینکه نماز عصر
باید در اول وقتش مستحب است که در اول وقتش خوانده شود و همچنین دلالت به این میکنه که مستحب است که نماز خفتن تأخیر شود و هر قدر که نماز خفتن به تأخیر خوانده شود اما قدر ثوابش زیاد است و دلالت به این میکنه که در نماز فجر باید تطویل یا درازی در قرائت صورت بگیرد که امام باید در نماز فجر قرائت را به شکل طولانی و دراز بخوانه و همچنین احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تأخیر در نماز عشاء در نماز خفتن را مستحب می‌دانستند. حدیثی است در صحیحین صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت جابر بن عبدالله روایت شده است که ایشان فرمودند والعشاء احیانا یقدمها و احیانا یؤخرها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا نماز خفتن را تقدیم میکردند، در اولی وقت میخواندند و احیانا یؤخرها و احیانا تأخیر میکردند که در وسط وقت یا در آخر وقت میخواندند. اذا رآهم اجتمعوا عجل، وقتی که میدیدند که صحابه کرام در مسجد حضور یافتند جمع شدند عجل نماز را زود میخواندند، در اولی وقت میخواندند. و اذا رآهم ابطأوا اخر، وقتی که میدیدند که صحابه کرام دیر آمدند تا هنوز جمع نشدند نماز را تأخیر میکردند تا که صحابه کرام جمع شوند و نماز را با جماعت بخوانند به شکلی که اکثر صحابه بتوانند که در نماز جماعت شرکت کنند. و الصبح کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلیها بغلس، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح را با تاریکی می‌خواندند، یعنی به این معنی که مستحب است که نماز صبح در غلس در اول وقتش خوانده شود و قرائت دراز گرفته شود تا که وقتی که سلام میته روشنی ظاهر شود، روشنی در آسمان ظاهر شود. و همچنین حدیث دیگری از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند اعتم النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیلة بالعشاء، یکی از شبها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خفتن را تا به ثلثی از او تأخیر کردند. اعتم از عتمه گرفته شده، عتمه گفته می شود ثلثی اول شب را، بعد از غروب شفق ثلث دیگری که میوره عتمه گفته می شود، یعنی بعد از که نماز خفتن شروع شد بعد از او یک ثلث دیگه هم پیغمبر خدا تأخیر کردن نماز خفتن را حتی ذهب عامة اللیل، تا که بیشترین شب تیر شد، یعنی یک سوم حصه شب تیر شد. ثم خرج فصلى و قال، بعد از او پیغمبر خدا بیرون شدند و به صحابه کرام نماز دادند و فرمودند انه لوقتها لولا نشق على امتی، وقت افضل و بهتری نماز خفتن همین وقت است، همین وقت است که وقتی که یک سوم حصه شب تیر میشه، اگر بر امت من مشقت و دشواری نمی بود من نماز خفتن را بعد از گذشتن یک سوم حصه شب انجام میدادم. این حدیث هم دوستان عزیز اولا دلالت به این میکند که خواندن نماز عشاء به تأخیر افضل است و همچنین دلالت به این میکند که نماز خفتن از بعد از شفق شروع میشه و امتداد پیدا میکنه تا به گذشتن بیشترین حصه شب تا به نیم شب یعنی، و همچنین دلالت میکنه به شفقت و مهربانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر امت خود که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه مشقت و دشواری را بر امت خود نه آورده باشه همیشه چیزهای افضل و بهتر را ترک میکردند تا که مشقت و دشواری برای امتش نیاید. اما اگر وقتی که انسان در او مشقت و دشواری نیست بر مسلمان ها میتونن که نماز خفتن را تأخیر کنن، افضل و بهتر است که نماز خفتن را به تأخیر بخوانن. و در اینجا دوستان عزیز وقت برنامه ما به پایان میرسه و تا دیدار آینده، تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.